بیایید ببینیم که سیستم پیدا کردن تجهیزات چگونه کار می‌کند. نرم افزار دیوایس 42 به سرویس‌های جدید شما کمک می‌کند. نرم افزار دیوایس 42 اطلاعات گسترده‌ای را جمع‌آوری می‌کند. از گواهینامه‌ها، پایگاه‌های داده، نرم افزارهای متن باز، معماری‌های بدون سرور در فضای ابری تا سخت افزارهای مرکز داده، مدیریت دسم و نقشه برداری فضای ذخیره‌سازی را پوشش می‌دهد. این فقط فهرستی از دارایی‌ها نیست، بلکه ارتباطات و وابستگی‌های آنها را نیز جمع‌آوری کرده و به سرویس‌های جدید ارائه می‌دهد. بیایید ببینیم که یک رکورد در سیستم چگونه به نظر می‌رسد. نرم افزار دیوایس 42 قبل از نمایش اطلاعات در سرویس جدید پردازش‌هایی انجام می‌دهد. اینجا یک نمونه از سیستم‌های من قابل مشاهده است. یک سرور لینوکس که به صورت ماشین مجازی اجرا می‌شود. اطلاعاتی از جمله پردازنده، حافظه و دیسک ذخیره‌سازی را داریم. همچنین آدرس مک و زیر شبکه‌های مختلف این سرور در دسترس است. اما چیزی که باعث پیشرفته تر شدن این سیستم می شود، ثبت ارتباطات بین سرویس ها در محیط است. همچنین با بررسی و مدیریت بسته ها، لیست تمام نرم افزارهای نصب شده را استخراج می کند که در مدیریت دارایی های نرم افزاری و مجوزها کمک می کند. این کار با شناسایی خودکار ارتباطات و وابستگی ها انجام می شود. این اطلاعات چه فایده‌ای دارد؟ مهمترین مزیت این است که دارایی‌های شما را در سطح فرایند کسب و کار قابل ردیابی می‌کند. مثلا اگر سرویس تقویم را بررسی کنم، می‌توانم مستقیما روی گردشکار آن تغییرات را اعمال کنم. در اینجا اطلاعات کامل را می‌بینیم، از جمله سرور مسکو. همچنین تأثیرات تغییرات را از نظر وابستگی‌ها بررسی می‌کنیم. این اطلاعات به ما کمک می‌کند تا مشکلات را سریعتر رفع کنیم و میانگین زمان پاسخگویی را کاهش دهیم. مثلا اگر بخوام تغییرات را در همین سیستم بررسی کنم، می توانم ببینم که چه سرویس هایی تحت تاثیر قرار گرفتند و اهمیت این سیستم را درک کنم. این فقط یک بهروزرسانی ساده برای لینوکس نیست. ممکن است باعث از کار افتادن چند سرویس حیاتی شود. اینجاست که اهمیت یک سیستم پیشرفته مشخص می شود. اینجا اطلاعات دقیق تر و جامع تر به شما و ارتباط دارایی ها را در سطح سرویس ها نشان می دهد. در نتیجه این سیستم به مدیریت حوادث، کنترل تغییرات و همچنین گزارشگیری و حسابرسی کمک می‌کند.